أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب مسلم 184 می باشد و در کتاب بخاری 6560 می باشد. ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث را روایت میکنند. نامشان جندب ابن جناده می باشد. صحابه، یکی از صحابه های بهترین پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند. مایه فخر بزرگواریشان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ما اضلت الخضراء و ما اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر. آنچه که در زیر آسمان است، آنچه که در بالای زمین است، از شخص مثل ابوذر راستگوترین کسی نیست میگویند. این مایه فخری بزرگواری ابوذر غفاری می باشد. در حقیقت را می گفتند در پیش همه حق را می گفتند، اگرچنده که تلخ باشد، اگرچنده که به نفسشان ضرر رسد، او حق را می گفتند. اما انسانی صحابه خاکسار و با تقوا بودند. ابو سعید خدری رضی الله عنه میگویند که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا دخل اهل الجنه الجنه، اگر وقتی که بهشتیان به بهشت داخل شوند، و اهل النار النار، دوزخیان به دوزخ داخل شوند، یقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فاخرجوه. الله میگوید که کسانی که در دلشان مثل گندم یا جو، با حجم چنین گندم جو ایمان داشته باشند، از آتش جهنم بیرون آورید. دوزخیان و شخصای موحد، مسلمانان، به قدر گناهشان، به قدر نافرمانیشان در آتش می سوزند. حتی کمترین ایمان داشته باشد، او را بیرون می آورند. فیخرجون قد امتحشوا، وقتی که آنها بیرون آورده می شود، آنها در حال می باشند که همهشان جایشان سوخته شده است. و عادوا حمم، بمانند کومور سیب سیاه می برویند. فیلقون فی نهر الحیات، آنها را به آب حیات، دریای حیات انداخته می شود. فینبتون کما تنبت الحبة فی حمیل السیل، آنها وقتی که به این آب می درویند، آب حیات، می سبزند بمانند که سبزه وقتی که می سبزد مثل یک دانه می شکفد، اول زرد می شود، سپس سبز می شود، در انسان را به وجه می آورد سبزیدن او، همچنان می سبزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند: و قال النبی الم تروا انها تخرج صفراء ملتبیا، آیا شما یگان دانه را ندیدتون که چگونه آنها از خاک می سازند، اول زرد و پیچان به هر جا پیچیده می برویند. همچنان انسان که سوخته شده است، همچنان به پوست زیبا و به صورت شکل زیبا برمی گردد. این برای شخصایی که در حدیث دیگر آمده است که از عمران ابن حسین در کتاب بخاری ذکر شده است که پیامبر گفتند: یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر میگویند که دوزخیان با شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم از دوزخ بیرون میبرایند، بیرون آورده میشوند. فیدخلون الجنة یسمون الجهنمیون، و آنها را وارد بهشت میگردانند، آنها را جهنمیا نام گذاشته شده است. برای همین مسلمان باید کوشش بکند که
عملهای صالح رو انجام میدهد، خالص برای خالص برای الله انجام بدهد و موافق گفته های شریعت عمل بکند، بشک او به دوزخ نمی درآید. اول او شخصی که به آتش جهنم می درآید چگونه صبر میکند در آنجا. برای این مسلمان باید کوشش بکند که از شخصای موحد و عمل صالحش بسیار باشد. این در این حدیث دلیلی است که شخصایی که نماز نمیخوانند و فرمان الله را اجرا نمی کنند، آنها بالآخره به بهشت وارد می شوند، اما در آتش جهنم تا وقتی که الله اذن خروج را ندهد در آنجا می سوزند، سپس می برآیند. ببینید که انسان چگونه صبر می کند. الله می گوید که و ما اصبرهم علی النار، چگونه دوزخیان در آتش جهنم صبر می کنند و می سوزند. امروز 1-2 ثانیه یا 5 ثانیه در آتش یگان انگشت خود را اگر داریم داشته نمی توانیم. برای این و مسلمان باید این حدیث را وقتی که میشنود گوش فرا بدهد و از کارهای گناه دور ایستد و به کارهای فرمان الله شتابد. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.